سلام دوستان، امیدوارم که همتون حالتون خوب باشه. من توی 5 سال که توی این اکانتم هیچ از باکسامو باز نکردم. امروز اومدم بریم که با شما باکسا رو باز کنیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، کامنت دارید و کانال منو سابسکرایب کنید. بریم که ببینیم که باکسایی داریم. اول از همه اول بعضی از لباسا رو هم باز نکردم، بریم بهتون نشون بدم. ببین اول کاری بهتون میگم من 372 تا لباس دارم، 224 تا شلوار. این لباسایی که باز نکردم ایناست. بریم اولین لباس رو باز کنیم. 372 تا دارم. بریم اینو باز کنیم. باز که چه نداد شد دیده وایسا ایرور میزنه. قضیه کیه؟ سان فکرم ندارم منم بازی رو بازو بسته کنم دوباره بیام. قضیه کیه؟ خود دوستان من رفتم بازی بازو بسته کردم دوباره اومدم. بریم باکس رو باز بکنیم. اینم قلب برای شما. خب 373 تا شده، مثل اینکه لباسا رو داده. بله بریم اسکوید گیم رو باز کنیم که گرفتمش. ست باحالی ولی ست کاملشو نه، به درد نمیخوره، من خوشم نمیاد ازش. این ستا هم بریم باز کنیم. دارم همشونو زیاد چون این کارت مارتا بوده رایگان نمیداده. بریم باز کنیم همه رو. و دوستان تا اینا رو باز کنم بهتون بگم که آخر ویدیو ببینم میتونید تو کامنت ها بنویسید جواب درست رو پین میکنم، ببینم چند تا به لباسام اضافه شده. آخر ویدیو ببینم کیا درست میگن. آخر ویدیو تو کامنت ها بنویسید چند تا به لباسام اضافه شده. بریم اول این لباس شلوارشو دارم، فقط بریم یک شارتاشو باز کنیم. آره شلوارشو دارم. بریم به لباسشو گرفتیم، کفشش هم گرفتیم، فقط عینکش نگرفتیم و موشه. این سترم که دارم. گانا رو میذارم آخر سر باز کنم. اینم باز کنیم. هیچی نداد. لباسا میگن شانسش خیلی بالاه. فقط ماسکشو داد. میگن لباسا خیلی شانسش بالا که هیچی نمیده. این موزه رو بده من خوشحال میشم. بذار اونایی که کمر رو با هم بذارید باز کنیم. مثلا این موزه، این اونایی که تکیه، بذارید اونایی که تکیه رو همه رو با هم باز کنیم. برید این پایین. اینم هست. نه این هفته. خب بزنیم ببینیم چی دایم میده. بله طبق معمول هیچ. مثلا مثل اینکه شانس ما سیاه. این لباس رو باز کنیم تو خود لباسش باشه. ای بابا اصلا ماس میده، فقط لباس نمیده. نگاه کن بابا لباس باشه. بابا لباس بده، من کلاینا نمیخوام. این برزیلیه رو بده دوستان. بقیه حالا با هر کی باشه با یه دونه باکس در میاره. نگاه کن ما 9 تا باکس در نمیاریم. الان مثلا میگم شانس ندارم. ببین الان من پتا رو باز میکنم. بذارید این پتا رو الان میده. وای نگاه کن داد. اصلا من شانس ندارم دوستان. لباسی رو بهم نمیده. فکر کنم گانم اینطوریه. مثلا نگاه کن این پتا رو الان میده. نه نداد. اینو برای گیم زدم الان سر شلوارش کلاشو میده. خود دوستان شلوارش هم تو کامنت ها بنویسید چند هزار شد. پین میکنم جواب درستو. قلبم درد میگیره دوستان. بابا من اینا رو 4 سال باز نکردم، چرا نمیدی؟ به خدا هر کی باشه با یه دونه اولی مثلا یه دونه ست کامل میگیره. الان نمیده. نگاه کنو اینو بزنیم. اصلا شانس نداریم. وضعیت گان خوبه. گانه رو قبلا داشتم با اینکه دائمی نداد گرفتم. خوبه. بریم این XM8 نمیده دوستان. گانینا وضعیتش خرابه. وضعیت گانینگ شده خرابه. بود پک خوب. الان 6 روز بود استفاده کنیم. این کلته اصلا شانس نداریم دوستان. خدا نگاه کنم. برید گانا رو با هم باز کنیم همه رو. نه ول کن. این گانا رو باز کنم. اینفو رو بده خدا بده. چرا نمیدی؟ اصلا دیگه نیدم صحبت کنم. فقط دارم الکی باز میکنم. چون اصلا اعصابم داره خورد میشه. میبینم هیچی نمیخواد بده. اصلا خوشش نمیاد. بذارید گانا رو همه رو باز کنم. بده بابا خسته شدم. وقتی میدم نمیده بذارید باز کنم. دیگه نمیشه. بذارید اینا رو باز کنم.
به خدا که شت دلم دائمی نمیده. نگاه کن شانس پاتیز دیگه، پاتیز سیاه. اینا رو الکی باز کنیم بره دیگه. نه دوستان این چیزه ایکی که رفته با فاموسه رو دوست دارم خودم باز کنم، چون گانه قدیمی طورن دوست دارم خودم باز کنم. اونایی که قدیمیه رو نگر میدارم یا دارمشون رو نگر میدارم، بازشون نمی کنم الکی. این پانده مثلا قدیمیه، باکس قدیمیه، اینا رو باز کنم. اینو چیز دائمی میده خدا بخواد که نه. نگاه کنم 3 روز 2 روز یه روز اصلا دوستان دوست نداره به ما دائمی بده. نگاه کن این گانه رو من خیلی دوست دارم. ما دائمی بدید چون مادرتون چیزی بدید. گارنا خیلی کثافتی، خیلی کثافتی دوستان. حالا ما آخر ویدیو رفتیم تعداد ستاره دیدیم دیگه، من نمیشمارم. داد بالاخره خوشحال شین. داد 2 تا دائمی داد. ببین نمیده 2 تا دائمی میده دوستان. آخر ویدیو حالا ما نمیریم تایمی ها رو بشماریم ببینیم چند تا تایمی شما بزنید چند تا اضافه شده. که تمام شده اینجا باکس ماکس نه نداریم. خب بریم ببینیم لباسمون چند تا شده. 387 تا. تو کامنت ها بنویسید چند تا به لباس اضافه شده، چند تا به شلوار. بخوام کمک کنم لباس 372 تا بود. چیز دیگه یادم نمیاد راستیتش. شلوار دیگه یادم نمیاد. بگم 200 نه یادم نمیاد شلوارو. 224 تا تو. حالا برید ببینید برام کامنت کنید ببینیم. خوشگله این ست هم خوشگله دوستان. این ست قدیمیه رو خرید کردم مال 2023 بود فکر کنم. آره با 240 تا جم گرفتم. دیدین موش با کفشش با ست پوزیشن قشنگ میشه. نه ولش کن. برید اسکوید گیم رو بزنیم رو این چیکوله مسخره ندیده بودم اشتالا. برید اسکوید گیم 456 رو بذاریم فکر کنم باحال بشه. بزنم. آره خدا وکیلی باحال میشه ولی نه یکی ست پاتیزی خودمون نمیشه. اصلا اینم از ستای منه دیگه. بریم پایین دیگه. مسخره است. آره دوستان دیگه تو کامنت ها پر بشه. این اسکوید گیم ها رو ببینیم. اینا رو چیز گرفتم تایمی گرفتم. خب دوستان پس کامنت ها دیگه بتره کنید که چند تا به لباس و شلوار اضافه شد. امیدوارم از این دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه. خب دوستان امیدوارم از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه. و دوستان اگه لایک های این ویدیو به 10 تا دارم بهتون کم میگم به 10 تا برسه پیسی میخرم. به خدا که پیسی میخرم. با پیسی میام. اگه لایک های این ویدیو به 10 تا امیدوارم از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید تا ویدیو دیگر بدونید.